سلام مجدد. گیربکس رو باز کردیم و اینم از قسمت ته موتوره، جلوی گیربکس و ایرادش هم بیشتر مال این قسمته که اینا با گیربکس توربین نداره. این خراب شده که اون روغنای داخل، انگلیسای داخل اون روی پشت موتور و جلوی گیربکس و خود گیربکس هم مشکل داره. باز کردم دنده دو ضربه داشت، حالا گیربکس عوض میکنم چون توش براده است، براده های ریز داره. این هم قسمت جلوشه ایراد، ولی کلن توی دنده که دنده عقب یا همون توی دی میذاشتیم مشکلش این بود که ضربه میزد.